رجبزاده بلند میفرسته، یه بغل پا و توی دروازه سپهر حیدری از غفلت مدافعین تیم سایپا استفاده میکنه و در دقیقه 11 گل اول رو به ثمر میرسونه. سپهر حیدری در دقیقه 11 گل اول رو میزنه. ببینید در تصویر اینجا از بغل دفاع و با اشتباه رحمان احمدی این گل به ثمر رسید روی این توپ. فرشاد بهادرانی اقدام به شوت زدن میکنه و میره توی دروازه. یکی از گل‌های دیدنی این فصل رو فرشاد بهادرانی درست از قوس میانی زمین نگاه میکنه. وقتی میبینه رحمان احمدی بیرون اومده، توپ رو پشت سر رحمان احمدی درون دروازه میفرسته. این چهره ببینید، درست از میانه زمین توپ رو نگاه میکنه، رحمان احمدی پر اشتباه رو میبینه و توپ رو درون دروازه جا میده. درست در دقیقه 18 این فرشاد بهادرانی است که گل دوم رو میزنه. حالا اسماعیل فرهادی در یه فضای خوب جا برای ارسال داره و اعلام پنالتی باید دید در تصویر هسته. ببینید اینجا، بله، حالا رحمان احمدی درون دروازه و مهدی رجبزاده پشت توپ. آیا اشتباه دو گل گذشتهش رو جبران خواهد کرد، این ضربه پنالتی رو خواهد گرفت، یا توپ تبدیل به گل خواهد شد؟ بله، مهدی رجبزاده برخلاف حرکت رحمان احمدی گل سوم رو هم در دقیقه 42 به ثمر میرسونه. حساب کار 3-0 میشه. میچرخه برای زدن ضربه، حالا موقعیت و توی دروازه. گل اول برای سایپا بالاخره به ثمر میرسه و حساب کار 3-1 میشه. بازیکن شماره 19 سجاد شهباززاده گل رو زد با شماره 19. گل اول در دقیقه 62. هافبک‌ها باید دقت بیشتری بکنن. موقعیت و توی دروازه ضعف زیاد هافبک‌های ذوب‌آهن در کار دفاعی و این هم گل دوم توسط این بازیکن شماره 19 باز هم گلزنی میکنه. 2 گل رو به ثمر میرسونه سجاد شهباززاده.